هیچ موقع فکر نمی کردم که یه روز من همچین کاری رو انجام بدم. حالا چی کاری رو؟ اینا رو مثلا وقتی که بچه بودیم همیشه تلاشمون این بود که بین این خطا هستش اصلا روی این خطا پامون نیاد، همیشه باید اینجوری پامون بیاد. اگه روی خطا پامون می اومد دوباره برمیگشتم از اول شروع می‌کردم اینجوری خط. الان میخوام این سنگا رو بشمارم. از چه ربطی داره؟ این سنگا ببینم چند تا با اینجا کار گذاشته شده، پشت بام خونه ما چند تا از این سنگا کار گذاشته شده. شاید فکر کنی کسخل شدم، دقیقاً درسته، من کسخل شدم، ولی خب بیکارم دیگه، بیکاری زیاد. میخوام اینا رو بشمارم ببینم چند تا از این سنگا پشت بام خونه ما چند تا از این سنگا کار گذاشته شده. من برنده شدم. من خودم برنده شدم. برون برم. تو آخر این ویدیو رو نگاه کردید، دمت گرم. تو از منم بیکارتری. پس این ویدیو رو یه لایک بکن، کامنت هم اگه دوست داشتی اون زیر بذار. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.